روزی روزگاری در آینده باغ وحشی در فینیتو دایر خواهد شدندی. خب بچه های فینیتو، ما امروز به باغ وحش فینیتو آمده می باشمندی تا شما را با چند گونه از جانورهای در حال انقراض آشنا کنیم. گلیری که اینجا می بینید از تیره دکلخوارانه. آقا اجازه، دکل چه می باشندی؟ دکل نفت پسرم، این خودش تنهایی یه دکل نفتی را کامل قورت داده می باشندی. وای! این دایناسوری که میبینید کوخاره، تا دلتون بخواهد کو خوردندی. آقا اجازه، کو را هم مگر میشود خوردندی؟ والا اینا خوردن شد. اوه این یکی یک جانور عجیب خاره. آقا اجازه، عجیب هم مگر خوردنی می باشندی؟ نه دخترم، ترکیب چیزهایی که میخوره عجیبه. مثلا اول جنگل میخوره، بعد یه دریاچه میخوره روش، کلی زمین هم به عنوان دسرش میخوره. آقا اجازه، ما این را در تلویزیون دیده میباشمندی. بابامون همیشه میگه شکر اضافی میخورندی. ها اون که بله، اما شکر را تو آب حل میکند بعد میخورندی. آقا اجازه، آب را که ما هم میخوریمندی. نه پسرم، این هر آبیرانه میخورندی. آب رودخانه و دریاچه های فینیتو را میخورندی. این یکی پدر جد همه جانورهای عجیب خار میباشندی. این یکی فینیتو خار میباشندی. کل فینیتو را قلمبا کرده میباشندی. آهای، من را از این قفس بیرون بیاورندی. من کت خدای ساده زیستی می باشمندی. جسم ناقصی دارمندی. آقا اجازه، این چه باغ وحشیه؟ من بگم تا ما رو هم نخوردن زودتر بریمندی. آره بچه ها، برید که قراره تو سانس بعدی اهالی بیان هرچی این جانورها خوردن از حلقومشون در بیارن.